فکر کنم اومدش، حالا با هماهنگ میکنم. باشه عزیزم. سلام. بهت زنگ میزنم. خوش اومدی علی آقا. چی شد آخرش؟ هیچی دیگه، تا آخر ماه چکاتون پاسه. اینم سند دیگه، مزاحمتون نمیشم. با اجازه. چرا همش ازم فرار میکنی؟ بیا وایسا کنارم ببین چه زندگی برات درست کنم. ببین شما زیبایی، پولداری، ولی این چیزا به مزاج من نمیسازه. پدرم به من یاد داده که پامو اندازه گیلیم هم دراز کنم. اگه قرار پولدار بشم خودم باید واسش زحمت بکشم، نه با موقعیت و پول شما. حیف تو نیست هوندا زیر پات باشه. بیا این سویچو بگیر با ماشین برو. یه شبه به جایی رسیدن آدمو خراب میکنه. من با همون موتورم تو گرما و سرما میرم، ولی نمیذارم منت کسی رو سرم باشه. شما هم از فردا واسه کارتون دنبال یکی دیگه باش. با اجازه. خدا مرگم بده چرا وارد بده بگو بینم چی شده باقی حرف شده بشم بگو که یه تارمود کارم نشده